السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. امروز برایتان یک اپلیکیشن را معرفی میکنم که واقعا یک اپلیکیشن زیبای و جذابی است برای یاد گرفتن زبان ها. اگر شما میخواهید هر زبانی را که یاد بگیرید، اگر زبان انگلیسی باشد یا زبان عربی باشد یا فرانسوی باشد یا ترکی باشد، هر زبانی که شما میخواهید یاد بگیرید، در این اپلیکیشن شما می توانید که یاد بگیرید. این اپلیکیشن را برایتان یادآوری میکنم، نشان میدم. می توانید که این اپلیکیشن را از فروشگاه دانلود کنید و مستقیما از این اپلیکیشن می توانید که زبان را یاد بگیرید. این همی اپلیکیشن است، اینجا نوشته است که دولینگو. اینجا نوشته است، میبینید؟ یعنی این اپلیکیشن است. می توانید که اینجا سعی کنید. من میم به زبان انگلیسی اینجا را کلیک میکنم. ببینید what would you like to learn. سعی کنید اینجا این زبان انگلیسی است. هر زبانی که اینجا اسپانی است، دیگه فرانسوی است، جرمن است، ایتالیایی است، دیگر عربی زبان است. هر زبانی که اینجا سعی کنید این عربی است. هر زبانی که شما میخواهید یاد بگیرید، خیلی با آسانی میتونید که یاد بگیرید. میایم بین با چی؟ زبان انگلیسی. میبینید اینجا ببینید، این یک اپلیکیشن بسیار عالی است. میتونید این را دانلود کنید. رایگان است. Solo means alone. سعی کنید. Solo. Solo. هر کلمه که دست میزنی میخوانه برات، دانه دانه میخوانه. means Means. alone. Alone. اینجا باز برای هر لغت برای تو جمله جور میکنه. یعنی ببینید، سعی کنید. with no on Elise. Means. اینجا باز تو سوال کده اینجا کدامش اگر درست باشه این یکیش اگر انتخاب کنی. اینجا این غلط است. سعی کنید. Are you flying with friends? Are. are you Are. are Are. are Are. you You. you You. you You. Flying. flying Flying. 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 With. Friends. 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 این یک اپلیکیشن بسیار عالی است. عزیزان میره خیراً دانلود کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید و شیر کنید. در این چینل انشالله برایتان چیزهای خوب اپلیکیشن های جالب آموزش زبان ها عربی انگلیسی برایتان انشالله تهیه می شود و خدا کنه که خدا حافظتان، خداوند و نگهدارتان باشه.